به رهی معیری میرسیم. با خشونت غریب درباره زن میگه الهی در کمند زن نیفتی، اگر افتی به روز من نیفتی. میان بربسته چون خونخوار دشمن، دل آزاری به آزار دل من. زنان چون آتشند از تندخویی، زن و آتش ز یک جنسند گویی. نه تنها نامرادان دل شکن باد، که نفرین خدا بر هرچه زن باد. نباشد در مقام حیله و فن، کم از ناپارسا زن پارسا زن. و در جای دیگر بزرگوار ادامه میدن جهان داور چو گیتی را بنا کرد، پی ایجاد زن اندیشه ها کرد. مهیا تا کند اجزای او را، ستاند از لاله و گل رنگ و بو را. تا اینجاها کم کم خیلی بد نیست. بعد میرسه به اونجا که میگه ز دریا عمق از خورشید گرمی، ز آهن سختی از گلبرگ نرمی. تکاپو از نسیم و موی از جوی، ز شاخ تر گراییدن به هر سوی. ز امواج خروشان تندخویی، ز روز و شب دورنگی و دروگی. فریب از مار و دوراندیشی از مور، تراوت از بهشت و جلوه از حور. ز جادوی فلک تزویر و نیرنگ، تکبر از پلنگ آهنین چنگ. ز گرگ تیزدندان کینه جویی، ز طوطی حرف ناسنجیده گویی. ز باد هرزه کو نااستواری، ز دور آسمان ناپایداری. جهانی را به هم آمیخت ایزد، همه در قالب زن ریخت ایزد. ز طبع زن به غیر از شر چه خواهی، از این موجود افسونگر چه خواهی. اگر زن نوگل باغ جهان است، چرا چون خار سر تا پا زبان است. بله، این هم از آقای رهی معیری.